درود بچه‌ها. امروز اومدیم 5 تا وبسایت خیلی خفن و کاربردی درباره تست نفوذ رو بهتون معرفی کنم. اگر علاقه‌مند به تست نفوذ شبکه یا برنامه‌نویسی هستی یادت نره که کانال منو سابسکرایب کنی. Try hack me. خب اولین سایت ترای هکمی هست. ترای هکمی چیه؟ ترای هکمی در واقع یه وبسایت از نظر من واقعا برای آماتورا عالیه، برای شروع بی‌نظیر ترای هکمی. ببینید بخشای مختلفی داره و بریم جلوتر بگیم مثلا چه آپشنای ترای هکمی داره. ببین بخشای مختلفی داره مثل رد تیمینگ، اوکی، و این قسمت داشبورد رو که داریم، این چیزایی که اضافه میکنین و اینجا میتونین بیاین دوباره بعداً جلوتر بخونین دور محور. یه قسمت لرن داره، شما مبحثیه که میخواین برین بخونین و اینجا سرچ میکنین و حالا یه رودمپی هم پیشنهاد داده از کامپیوتر ساینس بیسیک گرفته تا رد تیمینگ و اینجا میتونین انتخاب کنین مثلا کدوم حوزه رو علاقه دارین. اینجا ما اگر بنویسیم مثلا اواسپ، بچه اواسپ یه سازمانیه که مثلا میاد اواسپ تاپ 10 هر سال یا هر چند سال لیست 10 تا از آسیب پذیری‌های برتر وبسایت رو به ما نمایش میده. حالا ما اینجا با اینجکشن کار داریم که مثلا بهتون بگم اینجکشن چیه. آره اینجکشن شماره 5شه توی سال 2025. قابل توجه کسایی که میگن منسوخ شده ولی همچنان توی لیست هست. اینجا توضیح میده که آقا what is injection، یه توضیح کلی راجبش میده. بریم اینجکشن اتک ادوانس SQL اینجکشن رو میزنیم. بعد یه اینتراکشن داره، معرفی داره. حالا کلا یه بخش خیلی جذابی که داره استارت ماشینه. شما مثلا استارت ماشین رو که بزنین یه ماشین مجازی براتون باز میشه، عملا یه سیستم عامل لینوکسی تحت این وبسایت براتون باز میشه که شما مثلا این دستور عملا رو به قول معروف طی کنین، میتونین تمرین کنین روش. بعد مثلا جلوتر برین یه سایتی بهتون میده که این آسیب پذیر به اسکیول اینجکشن و مثلا با توجه به یه سری از دستوراتی که طبق این پیش برین بهتون میگه که چجوری این سایت رو هک کنین یا به قول معروف تست نفوذ روش انجام بدین. اوکی، حالا من اینجا بیام استارت ماشین نمیزنم، فقط در حد، البته فکر نکنم بشه چون من بازش کردم یک بار و بیشتر از یک بار در روز. ببینم اروری به ما میده. نه باز شد خدا رو شکر. چون طول میکشه من ویدیو رو پاز میکنم و جلوتر کامل راجع به ماشینش هم بهتون میگم. خب ببینید ماشین برای من باز شد. حالا چقدر جالب و باحال ترای هکمی. اوکی، حالا من اینو ضرب میزنم. یه عملا یه لینوکس اینجا در اختیار دارین. مثلا بیاین پایینتر میگه اون وبسایتی که میخواین چی سرچ کنید که اینجا براتون بیاد. ابزارهای مختلفی اینجا دارین در اختیارتون و خلاصه همین خواستم در حد نمایش بهتون بگم، چون اگر بخوایم یه آموزش کامل انجام بدیم باید بابت هر بخشش یه ویدیوی نیم ساعته ضبط بشه. ولی خب بیاین اینجا تمرین کنین و از این سایت استفاده کنین. واقعا یه سایت خیلی کاملیه، به خصوص برای آماتورا و کسایی که میخوان تازه شروع کنن. بخش لینوکسشو من واقعا دوست داشتم، خیلی جالب بود حتی شروعش. بیاین شروع کنین حتما ترای هکمیو و کلش همین بود. بریم سراغ وبسایت بعدی. Portswigger. بچه این پورتسویگر چی هست؟ پورتسویگر یه شرکت امنیتی سایبریه، اوکی، که دو تا کار خیلی بزرگ انجام داده. یکیش ساخت یکی از قوی ترین ابزارهای تست نفوذ دنیاست به نام پروب سویت. یکی دیگهش همین چیزی که داریم میبینیم، وب سکیوریتی آکادمی، که در واقع میشه گفت یکی از بهترین وبسایت ها برای یادگیری رایگان تست نفوذ وب هست. اوکی، و اینکه وب سکیوریتی آکادمی چه آپشنایی داره و چقدر کامل و خوبه برای افراد مبتدی و بریم با هم ببینیم. بریم پایین‌تر میبینیم اینجا یه سری لیسته آسیب پذیری داره از API testing، SQL injection، cross site scripting و چیزهای مختلف دیگه. مثلا اینجا ما روی حمله SQL injection
کلیک میکنیم، چیزی که توی ترای هکمی هم انجامش دادیم. اینجا میبینیم که آقا یه توضیح راجع به اسکیل اینجکشن داده، گفته اسکیل اینجکشن چی هست. اوکی، این که چجوری کار میکنه آموزشش کامل بهمون گفته. و خوبی این سایت اینه یه سری لفظا داره که شما این مطالب رو بخونین یاد بگیرین، به علاوه مثلا ویدیوهای آموزشی یوتیوبش میتونین این لفظا رو امتحان کنید و بفهمید چقدر از اون مطلب رو فهمیدین. این لفظا هم درجه سختی مختلفی داره، از آسون گرفته تا اکسپرت، خیلی سخت گرفته. و یه قسمت راهنما داره که مثلا این چیزی که الان قراره بزنیم چی کارش کنیم، کجا باید این دستورا رو قرار بدیم. یه قسمت ویدیو یوتیوب داره، اینجا کسی که تو یوتیوب آموزش این بخش گذاشتن رو میذاره. حالا ما اکسس لب رو بزنیم میبینیم یه سایت ساختگی برام باز شد به نام بلاگ تو شاپ. اوکی، حالا تو این با توجه به اون چیزی که صفحه قبل میخونین میبینین اینجا پیاده میکنین اون آسیب پذیری چی پیدا میکنین و این سایت رو روش تست نفوذ انجام میدین. پس اینم شد که کل محتوای پورتسویگر و چقدر خوبه پورتسویگر برای ما و جوری آموزش میده که شما از مبتدی اینجا میبینین مرحله میتونین انجام بدین. در آخر هم میتونین با ویو آل اسکیل اینجکشن لبز تمام تمرینا رو اینجا میتونین ببینین و انجام بدین. اینم از پورتسویگر و بریم سراغ وبسایت بعد. Hack the Box. هک تو باکس چیه؟ یه پلتفرم رقابتی برای تست نفوذ و هک هستش. مثلا اینجا ماشینای مجازی واقعی رو داریم، چالش‌های سخت رو داریم، آزمایشگاه حرفه‌ای رو داریم، مسابقات جهانی یا CTF رو داریم. اینجا دیگه مثلا با مهارت‌های واقعی اون پنتستر باید آشنا بشیم، اون پنتستر درونمون بیایم اینجا و حالا مسابقه بدیم، ماشینای مختلف رو هک کنیم. هک تو باکس یه لیگ جهانی داره، میتونی بیای توش رقابت کنی، رقابتیه، واقعا باحال. پیشنهاد میکنم بعد از اینکه آماتوری رو گذروندین این کار رو انجام بدین. ولی خب پیشنهادی که من دارم براتون، اگر مبتدی هستین ترای هکمی بهتره، یعنی اصلا فعلا هک تو باکس رو ول کنین. اگر خیلی آماتورین میخواین تازه شروع کنین، چون ترای هکمی آموزشش کامل و روانه. خب اوکی، بعد مسیرهای مشخص داره، مثلا پنتستینگ، پری سکیوریتی یا خیلی از قسمت‌های دیگه. بعد از سطح خیلی ساده‌ای شروع میشه، یعنی در این حد بگم شما هیچ نالجی، هیچ علم و دانشی راجع به تست و نفوذ نداشته باشین، بهتون گام به گام شروع میکنه به یاد دادن. کمی حرفه‌ای شدی بعد برو سمت هک تو باکس، مثلا 2 ماشین تمرینی هک کردی، 2 مطلب یاد گرفتی، روش‌های مختلف یاد گرفتی، اصطلاحات عامیانه و حملات مختلف یاد گرفتی، بیا کم کم هک تو باکس رو شروع کن. چرا؟ چون هک تو باکس که ماشینای سخت‌تر و واقعی ترن. بعد میتونی وارد لیگ جهانی بشی. واقعا این تجربه خیلی خوبیه که پیشنهاد میکنم بعد از گذروندن دوره آماتوری به این سراغ هک تو باکس. شودان.io. بچه این شودان.io چی هست؟ در واقع بهش میگن موتور جستجوی دستگاه متصل به اینترنت. اوکی، مثل دوربین، مثل روتر و غیره. حالا ببینید چه چیزایی مثلا پیدا میشه. من اینجا زدم 80. حالا همین جوری ببینم پورت 80 جای بازه. اینجا روی فرانسه، من فرانسه رو باز کردم، میبینین آی پی اون ارگانو بهمون داده، خیلی خوبه. و اینکه هاست نیم و دامین و کانتری از نقشه محل تقریبیشو بهمون گفته و اینکه شهرش و اسم ارگانش و آی اس پی شو، حتی پورت های بازش اومده به ما گفته. ببینید بچه ما یه چیزی داریم توی تست نفوذ، اولین مرحله مون است به نام اوسینت، اوپن سورس اینتلیجنس. اوکی، جمع‌آوری اطلاعات یا مثلا جمع‌آوری اطلاعات خاموش هم بهش گفته میشه. ببینید حد اکثر سعی ما اینه که اسکن مستقیم روی اون ارگان انجام ندیم. چرا؟ چون بالاخره هر اسکنی ممکنه یه سری لاگا داشته باشه.
بسته به فایروال اون ارگان قوی باشه یا ضعیف، ولی در مرحله اول ما سعی میکنیم اطلاعاتمون رو به صورت مستقیم جمع بری نکنیم که اینجا شودان به کمک ما میاد. الان ما فهمیدیم چه پورت های بازن، مثلا به جای اینکه بریم اسکن خیلی سنگینی و مستقیم همون اول کار انجام بدیم، میاد راه کار میاد روی دست. میایم پایین تر، اینجا مثلا ببینید نسخه SSH چشو به ما گفته، بازم کار برای ما راحت تر میشه. بیایم پایین تر، یه قسمت vulnerabilities داره تو سایت شودان، خیلی مثلا کمک کننده است، ولی خب قبلش این نوت هم بخونیم. گفته the device may not be impacted by all of these issues. اوکی، در کل میگه که این آسیب پذیریه که اینجا میبینین ممکن نیست حتما آسیب پذیر باشه این ارگانه، مثلا این ارگانی که تو فرانسه است. خب من بر اساس اون حدسی که میزنم از نسخه‌های مختلف سیستمایی که تو اجران تو این ارگان، بگم آقا این آسیب پذیری ممکنه وجود داشته باشه. مثلا از رنگ‌های مختلف اهمیت ندارم، مثلا رنگ‌های کم، مثلا این یکیش قرمزه، این احتمال وجودش بیشتره. ریموت کد اکزیکیوشن، خب یعنی هکر از راه دور میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. حالا ما مثلا یه مرحله داریم میریم مثلا سرچ میکنیم exploit cv2023، این کدو میزنیم، حالا 38408 چون میگیم what is it. اوکی، اون حالا واسه مرحله بعد و دوره تست و نفوذ، ولی در کل اینکه سایت شودان چی هست و اینجا قشنگ با هم بررسی کردیم و ببینید چه اطلاعات خوبی به ما میده. و به جای اینکه مستقیم تارگت بزنیم روی اون ارگانه، خب میتونیم اینجوری یه جمع‌آوری اطلاعات خیلی خوبی و نسبتاً داشته باشیم. این از shodan.io و بریم سراغ وبسایت بعدی، Vulnhub. ونهاب در واقع آخرین وبسایتی که اینجا داریم معرفی میکنیم. زیاد پیچیدگی هم نداره ونهاب، و اینکه حالا چی داره و چی کار میکنه رو بریم بگیم. بچه ونهاب در واقع ماشینای خیلی زیادی توش میذارن، شما میتونید دانلود کنید روش چی تست و نفوذ انجام بدین. مثلا من اینجا زدم کیاپتریکس، یکی از ماشینای خوبیه که مبتدیان میتونن باش کار کنن. کیاپتریکس لول 1 هستش. کیاپتریکس رو میتونین اینجا ببینید، لینک دانلودش رو گذاشته، دانلود میکنین، بعد توی ماشین مجازیتون بازش میکنین. ببینید شما شروع میکنین بعد به تست و نفوذ انجام دادن. ویدیوی خیلی زیادی راجبش هست، یوتیوبرهای زیادی مثلا تست و نفوذش رو گذاشتن، و اینکه من اینجا نمیخوام حالا تست و نفوذ اینو انجام بدم، فقط معرفی وبسایت هست. اگر درخواستا بالا بود این ماشینم تست و نفوذ و هکشو میذارم براتون. و اینکه یه سری دیسکریپشن اینجا داریم و زیاد پیچیده نیست، میگم سایتش فقط برای تمرین و یادگیریه. مثلا مباحثی که یاد میگیرین ماشینا رو دانلود کنین به صورت رایگان، و حالا این برتری هم داره نسبت به بقیه سایتی که رایگان هستش. و اینکه همین، زیاد واقعا چیز پیچیده ای نیست. ماشینای مختلفی اینجا میبینین، هر کدوم یه آسیب پذیری خاصی دارن، از سخت تا آسون گرفته. اینجا مثلا دیدین درجه سختیشو داده، این ایزی، این آسونه، این یکی مدیومه. واسهتون بگم حالا همین دیگه، واقعا چیز پیچیده‌ای ونهاب نداره، ولی خب خیلی پرکاربرده برای بعدن. واقعا یه سایت پرکاربرد میشه ازش نام برد. خب بچه ها، اینم پایان این بخش. اگر به برنامه‌نویسی یا شبکه و تست نفوذ علاقه داری، یادت نره چنل منم سابسکرایب کنی. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما بودی و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.